سلام میکنم خدمت خبرنگارای عزیز. مهاجرانی هستم، سخنگوی دولت. البته میدونم با توجه به اقتدار نظام هیچ سوال و ابهامی برای خبرنگارا باقی نمیمونه، چون آمریکا که رو به افوله، اروپا هم که داره میره تو لیست تروریستی، تو منطقه هم که ما شاخیم. ولی خب در هر حال در تایید همین وضعیت اگر سوالی دارید بفرمایید، غیر از این باشه بنده از پاسخگویی معذورم. از حضورتون می‌خواستم در خصوص سفر آقای گروسی محور گفتگوهاشون با رئیس جمهور جویا بشم. از آقای رئیس جمهور پرسیدیم حالا انشالله تشریف بیارن، عجله هم داشتن. ممنون میشم اگه شما پاسخ بدید. خب در مورد سفر آقای گروسی که مواضع ما روشنه، ما آماده حد اکثر همکاری با آژانس هستیم. ما اصلا خودمون برای آقای گروسی آژانس گرفتیم، گفتیم بیاد ایران. بعدم گفتیم شما این همه را کوبیدی، هلک و هلک اومدی اصفهان، مگه جا قحطیه بری سایتو بازرسی کنی؟ ایشونو بردیم چلو کبابی، یه پرس سلطانی با سالاد و نوشابه تقدیمشون کردیم. قرار شد ارزیابیشون از طعم کباب و مزه غذا رو به مجامع عمومی ارائه کنن. البته ایشون همیشه کباب رو اینجا میخورن، اما وقتی میرن تو گزارششون سیخش رو به پک و پهلوی عظما ارائه میکنن. سوال بعدی لطفا. این که علت قطعی برق به مازوت و ممنوعیت مازوت سوزی مربوط شده، این می‌خواستم بدونم چیه دلیل؟ چرا ربط داده شده؟ چرا ربط داده شده؟ اینم شد سوال. خوب به چی ربطش بدیم؟ به 3 برابر شدن بودجه نظامی، به پول سیسونی نوه آقای قالیباف، به زمینای اوقاتی حاج آقا صدیقی تو ازگل، به خرطوم سپاه تو بشکه‌های نفت، به پولایی که میره لبنان و عراق و یمن، به اینا ربط بدیم. اینا نمیشه که مجبوریم به مازود ربط بدیم دیگه. میخواستم اگر بزرگواری کنین در مورد تغییر دکترین دفاعی صحبت بفرمایید. آیا ایران بمب اتم داره که بخواد اون رو آزمایش کنه؟ سوال اولم اینه، یا تهیه کرده؟ و اینکه این تغییر ایجاد خواهد شد یا خیر؟ دکترین ما دکترین مقام عظماست. بمب اتم تو مراحل ساخت و پرداخت و اینا حرامه، این فتوای مقام عظماست. اما همین که بمب اتم درست شد دیگه از شیر گاو حلال تره. سوال بعدی. تو زمانی که آقای ترامپ به کاخ سفید اومدن ما با شوک اقتصادی شدیدی مواجه شدیم. اگر ایشون بخوان دوباره سیاست حداکثری فشار رو دنبال کنند، آیا ایران حاضره برای گشایش‌های اقتصادی مذاکره مستقیم کنه با آمریکا یا خیر؟ سیاست دولت در این حوزه چیه؟ من به عنوان مادر دولت، ببخشید به عنوان سخنگوی دولت، چند تا توصیه مادرانه به آقای ترامپ دارم که الان عرض میکنم. سید علی بچوری زابراهه، حالش به رنگ امامش سیاهه، عکس قاسم کتلتش هم تو قابه، خودش داره میره تو گور به خوابه. این روزا هم که افتاده فشارش، ملت میخوان در بیارن دمارش. مبادا باز نظامو تحریم کنی، با چشمون کبودی ترسیم کنی. مراقب عظمای لعنتی باش، برای ما به فکر فرصتی باش. جسم ولایت یه هوا ناقصه، همین روزا عجلش هم میرسه. ملت اگه بیان توی خیابون، مادرمون میشینه به عزامون. جسم ولایت یه هوا ناقصه، همین روزا عجلش هم میرسه.